چرا من تو 21 سالگی یوتیوب جدی گرفتم؟ جوابشو نمیتونم توی یک کلمه بهت بگم. تا حالا شده حس کنی یه آتیشی توی وجودته که نمیتونی خاموشش کنی؟ یه صدایی که میگه ازت یه چیز بزرگی میخواد. من عمران 21 سالمه. این صدا همون نقطه شروع داستان من بود. داستان یه پسر معمولی که تصمیم گرفت دیگه معمولی نباشه. میخوای بدونی چطور؟ ولی قبلش باید یه رازی رو بهت بگم. من اینجا نیستم که فقط یه یوتیوبر دیگه باشم. من اینجام که ثابت کنم رویاهای تو قابل ساختنن. ببین، منم مثل تو کلی امتحان کردم. اوایل با یه گوشی ساده شروع کردم، بدون نور، بدون میکروفون و حرفای بعضیا میخندیدن، میگفتن یوتیوبری؟ مگه میشه؟ اما راستش رو بخوای اون خنده ها برام مثل بنزین بودن، موتور حرکت من شدن. یادم میاد بعضی شبا تا صبح بیدار موندم، ویدیو میساختم و ادیت میزدم، چون میدونستم اگه امروز رو نسازم فردایی هم در کار نیست. من باور دارم موفقیت یه مسیریه، نه یه مقصد. هر ویدیو برام مثل یه آجر بود. آجرهایی که دارن کمک هم میکنن تا ساختمونم رو بسازم. شاید برات جالب باشه که من از شکستام بیشتر از موفقیتام درس گرفتم. مثلا وقتی ویدیوم بازدید نمیخورد، به جای ناامیدی میرفتم سراغ یادگیری. پس اگه تو هم داری تلاش میکنی، اگه شبها بیداری یا به هدفی که توی ذهنت فکر میکنی، بدون که تنها نیستی. من اینجام که قدم به قدم ثابت کنم با پشتگار و یادگیری هیچ چیز غیر ممکن نیست. امروز رو ساختم تا بهت بگم تو هم میتونی، فقط باید تصمیم بگیری و شروع کنی. من عمرانم و این اول راهه. حالا نوبت توه. خب رویای تو چیه؟ پایین برام کامنت بذار، حتما جوابشو میدم. امیدوارم هر جایی از زندگیتون هستید در کنار خانواده و زندگی شاد برید جلو. خدا نگهدار.